او عده‌ای که لنگی و عمامه را سنت نمیگوید میگوین این سنت نیست. آنها اکثرشان اهل حدیث هستند. اهل حدیث او را میگوید که به حدیث پیامبر عمل داشته باشه. علماء کرام نشسته است. امام بخاری در مسئله امامه باب داره یا نداره؟ امام بخاری در مسئله امامه باب را وضع میکند. امام ترمذی از امامه بحث داره، مسلم از امامه بحث داره. حدیث جمع شده پیش خودم 104 حدیث در موضوع امامه است. البته در این مسئله تا به حدود 70 حدیث صحیح است. قاعده حدیث است در یک مسئله اصول حدیث که حدیث صحیح و ضعیف جمع می شود، حدیث ضعیف هم حکم صحیح را پیدا می کنه و قوی می شود. این علم اصول حدیث ای را می گوید. بس این احادیث پیامبر علیه السلام تثبیت است که امامه پیامبر علیه السلام همیشه امامه را بسر کرده. کس ثابت کرده نمیتونه. پیامبر بدون امامه از خانه بیرون شده. کلاه یمانی پیامبر داشت لیکن پیامبر بدون امامه نماز نخوانده است. پیامبر با عبدالرحمن بن عوف امامه بسته کرده. حدیث مسلم شریف است. دستربندی به صحابه کرده. خودش هم امامه داشت. تواریخ ابن کثیر در جای نوشته می کند که روز صحابه رسول الله علیه السلام در پیشگاه کفار نشستند در کمین در جهاد. قافله کفار آمد، دیدن یکش گفت اصحاب محمد، یاران محمد است. گفت چی میشناسی؟ گفت گیسو دارن و عمامه در سرهایشان هستند. علامه شناخت اصحاب پیامبر چی بود؟ گیسو، عمامه شریف. صحابه صدایشان میشنوه، دستی دو صحابه را سرشان کل میکنه، عمامه شان تا میکنه، در سرک واردشان میکنه. کفار یک به دیگر میگوید دروغ گفتی، ای اصحاب محمد نیستن. چرا که عمامه ندارن؟ از این معلوم میشه که صحابه عمامه داشت. حدیث بخاری است مجلد دوم. عبدالله بن عتیق رضی الله عنه یک صحابی جلیل القدر است. کعب بن اشرف یکی از علمای یهود است. خیلی دشمنی با پیامبر داشت. از بخاری قصه دارم، از بخاری حدیث بیان میکنم. نبی کریم علیه السلام گفت ابا رافع، دو علما در یهود بودن، کعب بن اشرف و ابا رافع. این واقعه ابا رافع است. بخاری در مجلد دوم این واقعه را ذکر کرده. پیامبر در محضر صحابه گفت من لابا رافع؟ عبدالله بن عتیق فرمود یا رسول الله خودم هستم، ابا رافع از بین میبرم. صحابی مبارک میرود، جوانا بشنوین که غیرت صحابه هم در اینجا قصه میشود. چقدر غیرت داری عاشق رسول الله علیه السلام. پشت دشمن پیامبر میرود. اونا در یک قلعه بسیار بزرگ که صدها خانه در او داخل یک دیوار هستند. قدیم همچون دستور بود. در دروازه میرود. وقت شام است، میگوید در پیش دروازه به بهانه وضو شکستاندن نشستم. او انسانی که بواب بود، یعنی دروازه را بند میکرد، صدا کرد ای بنده خدا کی هستی داخل بین. دامی فرصت میگوید که داخل رفتم. در داخل رفتم، این دروازه را قفل زد و کلی را بر جای ماند و خودش حرکت کرد. من رفتم تا وقت در جایی که حیوانات علف میخورن در اونجا استراحت کردم. پیش ابا رافع مردم جمع میشدن. او در پشت پیامبر علیه السلام سخریه میگفت، مردم تمسخر میکرد. پیامبر علیه السلام بدی بیان میکرد و دیگران میشنویدن. بالاخره تا نیم شب مردم به پیش ابو رافع بودن. وقتی که همه از پیش ابو رافع رفتن، چراغ گل شد. صحابی رسول الله علیه السلام در بلاخانه بود، بالا شد پشتش. دروازه شب باز میکنه، اتاقش تاریک است و صدا میکنه در کجا هستی؟ او جواب میدهد که در اینجا هستم. شمشیر خدا سرشوار میکنه، بشکمش میزنه. او فریاد کرد که به فریاد ما برسین، کس مرا زد. بعضی آواز خدا مبدل میکنه با فکر از او که کسی به فریاد رسی. امامت گفت کی شما را زد؟ از کجا شما را زد؟ آواز خدا تغییر کرد، باز کی را درست کرد، در شکمی از او شمشیر مان و شور داد تا به او اندازه‌ای که استخوانای کمرش شکستان. بعد از او از اتاق میبرایه. شب 14 است، مهتاب هم است، خیلی خوش است. یا عاشق نبی کریم علیه السلام عبدالله بن عتیق نمیفهمه که ما در منزل دوستم. پای خدا که میمانه در زیر مفته پای مبارک میده میشه. وقتی پایش که میده میشه، لنگی و عمامه خدا میگیره، پای خدا بسته میکنه. حدیث کجا را میخوانم؟ صحیح بخاری را. یعنی صحابه
در حالت همچون حمله و جنگ در مقابل دشمن هم این سنت پیامبر را ترک نگفته است. این سنت پیامبر را ترک نگفته است. با عمامه پای خود بسته کرد، بیرون آمد. حالا نمی رود که پای میدست، انتظار میکشه که آیا مرده یا نمرده. شب در همینجا سپری میکنه. صبح اعلان میشود، ناعی اعلان کننده اعلان کرد انا ابا رافع، اعلان مرگ ابو رافع را بشنوین. اعلان مرگ ابو رافع را کرد. ای آمد به پیش رسول الله علیه السلام، یا رسول الله ابو رافع را مردار کردم اما پایم شکسته. پیامبر علیه السلام لعاب دهن مبارک خود میگیره، با پایش میچسبانه. در همین لحظات صحت یاب میشود و بعدا صحابی میگوید من در زندگی خود نمیفهمیدم که کدام پایم شکسته بود. یک چیزی که برای جوانا باید گفته باشم، یهود و نصارا تهاجم سر وطن ما آوردن. اینها دشمن دین ما هستند، دشمن قرآن ما هستند، دشمن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. فکر میکنم یهود و نصارا میخواهند در افغانستان ما فرهنگ و ثقافت خود را پیاده بکند، چنانه که خیلی جوانان ما شکار فرهنگ غربی شدن. یک جوان را میبینی ریشش فرانسوی یا تایتانیک، لباس انگریزی. اگر با انگریزا در یک مسیر و یک قطار باشه، شاید یک مسلمان اگر دقیق نشوه امتیاز نتانه که کافر کی است و مسلمان. همونطور است یا نه؟ جهاد کردن هم یک مسئله خیلی دشوار و مشکل است، سخت است. من یک طریق آسان جهاد برای شما نشان میتم. والله العظیم بهترین جهاد است که شما را یهود و نصارا میبینه، شما بر سر خود عمامه داشته باشین و بر روی خود ریش داشته باشین، تا که همین ملعونان بدانن که این مردم اگر هرچی ما بکشیم از محمد رسول الله علیه السلام بیگانه نمیشوند. نعره تکبیر! این ملت از رسول الله بیگانه نمی شود. دستار داره، ریش داره، لباس مسنون داره. امروز جوانان ما در پی فرهنگ شرق و غرب می روند، فرهنگ و ثقافت اصیل خود را از دست می دهند و شکار بیگانگان می شوند. کاش که تو مسلمان با رسول الله آشنایی می داشتی، باستر که عمامه نمی کردی. وقتی که حکومت طالب ها سقوط کرد، بنده در پاکستان بود، با یک دکتر مشهوری کشور شناسایی داشتم، بشیر حلیمی. امرای از او آشنایی داشتم. روز رفتم، امین جان برادرزادیش بود، به ما گفت مولوی صاحب بفرمایین کابل در پانتون استاد شوین. گفتم میبینیم که چی خواهد شد. گفت مگر یک شرط است که خدا یک ذره اصلاح کنی، خدا یک ذره اصلاح کنی. گفتم سالهای متمادی است که ما خدا اصلاح کردیم، چی گونه اصلاح شد؟ گفت امی امامه تان دور کنین، امی ریش تان کم کم کنین. این جرأت یک جوان در مقابل یک عالم است که اینقدر از دین دور شده است که با واسطه دست آوردن دنیای دنیه مردار از قرآن میگذره، از رسول الله میگذره، از سنت پیامبر میگذره. جای صحابه رسول الله رفتن، نان میخورن، از یکی صحابه لقمه میفته، او را پس میبرداره، خس و خاشاکی از او را دور میکنه میخوره. کس برش میگوید اینجا کفار هستن. شاید بگوین که ادب طعام خوردن یاد ندارن. به مانند که اگر امروز به هتل‌ها برین در عروسی، اگر به دستتان نان بخورین، طرفتان سعی میکنه که ادب معاشرت نمیفهمه. این روشن فکر نیست. میدانین روشن فکر کی را میگوید؟ او انسانی را که ریش خود چپ و تراش بتراشه، نکتایی در گردن خود بندازه، یک پتلون چسب داشته باشه، او را میگویند روشن فکر. اگر ماواره باشه، یک واسکت همیتور کلان و لباس کلان کلان و دستار و موی، میگه تانوز دمو تاریکی خواست، نعوذ بالله من ذالک. امروزم اون همونطور مردم است که به اسلام میشرمن، اسلام را بد میبینن. اگر ای جوانا اسلام را از پیشان نفرت نمی داشتن، شاید پیروی رسول الله علیه السلام می بودن.
صحابی لقمه را برداشت، خس و خاشاکش دور کرد، او را خورد. دیگر برش گفت که کار درست نکردی. شاید کفار بگوید که اینها ادب طعام خوردن یاد نداره. صحابی چی زیبا می فرماید: اونترک سنت نبینا لاجل هذه الحمقه، سنت پیامبر خود را از جهت این مردم احمق ترک کنیم. تکبیر. امروز ترک سنت از خاطر ازی است که کفار سر ما گمان کی را نبره؟ مسلمان واقعی را. کفار گمان مسلمان واقعی را نبره، بالاخره خدا با مود برابر میکنه. آیا ما سنت پیامبر را از جهت مردم احمق تر کنیم؟ کفار که خدا برش در قرآن گفته کل انعام، بمانند چارپایان هستند. کفار بمانند چیستند؟ چارپایان هستند. استاد ما تفسیر داشتیم، در همینجا استاد ما خوشطبی میکرد، گفیره که می چارپایا شنید امی خر و خرس اینا خفه شدن که امی خری و خرسی داشتیم، این منزلت هم به کفار دادن. خداوند فرمود بل هم اضل، از چارپایان کردن گمراه هستند کفار. والله العظیم اگر تمام عالم کفری با سویه دانشش با او چپلی مردار تو مسلمان دهقان اگر رسایی کرده بتواند، چرا از اسلام متنفر؟ اما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خیر، ما از بیگانگان هرگز ندالم. با ما چی کرد؟ آشنا کرد. ما از کفار گله نداریم، از اون ملا صاحب گله داریم که میگوی عمامه سنت نیست. از اون ملا گله داریم که میگوی عمامه سنت نیست. این ملا در تخریب دین است، این ملا در تخریب اسلام است، این ملا منافق است، این ملا رسول الله را دوست نداره. صحابی میگوید پیامبر فرموده است کسی که لقمه شفتید او را برداره، فلیمیت تلظا عنه فلیاکل، خس و خاشاک را دور کنه، او را نوش جان بکنه، نمیدانه که برکت در کدام جز طعام است. او صحابی او گفته پیامبر را دوست داره. ملا صاحب ما عمامه را دوست نداره، میگه سنت نیست. یک چیزی نکته عجیب ثابت است که ملائک علیهم السلام اجساد نورانی هستند، اینها عادت نداره. ملائک همه مأمور به چی هستند؟ به عبادت است. بعض ملاها میگوید که یکی عادت پیامبر است یکی عبادت پیامبر است. امامه که بود از این خاطر سنت نیست که عادت پیامبر بود. شما را به خدایتان پیامبر اینطور عادت هم داشت که عبادت نبود. این چقدر تجزیه دین است بغیر درست. ببینید ملائک مامور به عبادت هستند، ملائکه عبادت میکنن مگر عادت نمیکنن. در جنگ بدر که ملائک آمد در قرآن گفته که مسومین بود. علما بفرمایند که این علامه ملائک چی بودن؟ چی داشتن ملائک؟ عمامه داشتن. ملائک حضرت جبریل عمامه داشت، دیگر ملائک عمامه داشت. ملائک عادت ندارن، مامور به عبادت هستند. اگر عمامه عبادت نمی بود ملائک به سر نمی کرد. در حدیث رسول الله ثابت است که یک نماز به امرای عمامه معادل 70 نماز عمامه است. عمامه سنت رسول الله صلی الله علیه و است و اگر بگویم مؤکد است جایی است. شرح شمایل ترمذی نقل میکنه که عمامه سنت مؤکد است، چرا که در تعریف سنت میگوید یکی سنت زواید است یکی سنت مؤکد. سنت زواید او را میگوید که پیامبر یک بار و دو بار کرده باشه بعدا ترک نموده باشه، و سنت مؤکد او را میگوید که پیامبر همیشه عمر بر او عمل کرده باشه به امرای ترک یک بار و دو بارش. اما از همین قبیل است که پیامبر در همه عمر سر کرده. سوال داره که پشت ریشکل نماز درست است یا غیر درست؟ پیامبر فرموده صلوا خلف کل بر و فاجر، با پشت هر نیکوکار و بدکار نماز بخوانید. یعنی پشت فاسق هم نماز میشه مگر فاسق من حیث امام تعیین شدنش نارواست. اگر یک ریشکل بر نماز پیش شد و تو هم تصادفاً برابر شدی امون نمازت پشتش درست است بخوان، لیکن همیشه اینطور نکن
بجای امام تعیین کنی. امامت به خود شرایط داره. شرط عمده امامت علم و تقواست و ریشکل کردن خلاف تقواست. پیامبر از ریشکلا اعراض کرده است. دو تن از اهل فارس آمدند در مسجد نبوی، ریشهایشان کل بود. پیامبر روی مبارک خود از پیششان گردانید.